بد یا خوبی دارم یه کوچولوش خط خطی میکنم، یه چیزایی حامله بودم. یه بار سونوگرافی دادم. حالا چه بیشتر جلو میرم میفهمم که من خطم خیلی بده. اینو میبینید یا نه؟ دست خط خیلی بدی دارم ولی طراحی تمیزی دارم. یعنی مثلا می‌خواستم پلان بکشم خیلی تمیز می‌کشم. 4 ترم دیگه از مموری مونده. وای الان دارم چیزاشو می‌بینم واقعا دارم شهیر می‌زنم. خوشحالم که حداقل میندازمشون دور. نکنید از این طراحی‌ها می‌کردیم. اینطوری بعد یه سری شیپ طراحی می‌کردیم، می‌کشیدیم. یه چیزی وقتی نیست توی زندگیمون این معنی نداره که وجود نداره. اینی که ما میتونیم به وجود بیاریم. شدم. سلام بچه‌ها. به دیگه از من خوش اومدین. الان بهتون سلام نکردم چون داشتم اتاقمو جمع می‌کردم. ولی رندوم تصمیم گرفتم که دونه دونه همه بخش‌های اتاقمو تمیز کنم و هر چیز اضافی هست رو بندازم دور. امروز پنجشنبه است، 19 مهر ماهه و من 9 روزه که برای شما ولاگ نگرفتم. به خاطر مشکلاتی که توی ویدئوی قبلی اگه دیده باشین برای من پیش اومده بود. بچه‌ها من تا دوشنبه سختی راه میرفتم. هتل می‌بستم به پام و عصا دستم می‌گرفت. پام خیلی ورم داشت. زانوم کاملا له شده بود و خیلی فرم عجیبی داشت زانوم. من یه استوری گذاشتم، تو استوری توضیح دادم به دوستام که بچه‌ها این اتفاق واسه من افتاده، مرسی که حالمو پرسید و فلان و این داستانا. فکر از دوستام بهم یه دکتر معرفی کرد، گفت هلیا تو آسیبت ورزشیه و ورزش می‌کنی، بعد بری پیش یه نفر که متخصص آسیب‌های ورزشیه، یعنی با ورزشکارا کار انجام میده، چون بدن تو با آدمای عادی فرق می‌کنه. یعنی بدن تو با پونت فلکس کردن ساده پا خودشو ترمیم نمی‌کنه چون تو وزن نمی‌زدی. بعد چیزی دیگه منم از اون دکتر نوبت گرفتم، یه نوبت اضطراری. دوشنبه صبح باهاش صحبت کردم. به من گفتش که چون تو ورزش می‌کردی و عضلاتت به این که منقبض و منبسط بشن و خون توشون پمپاژ بشه عادت داشته، تو الان اگه پا توی آتش ثابت باشه ورم دیرتر خوب میشه و خوب نمیشی. بعد گفت پارگی ACL رباط صلیبی میتونه به جراحی ختم بشه، اما تو اونقدری توی پاد عضله داری و تاندون‌های مختلف داری که زانوت استیبل باشه. حالا ما باید ببینیم که اگه تورم تو برطرف بشه زانوت استیبل میشه یا نه. بعد بهم گفت که برای ادامه درمان فیزیوتراپی حتما نیاز داری و یه سری کارا بهم گفت انجام بدم فلان اینا. خلاصه که ما فهمیدیم که من زانوم در حد اینکه راه برم سالمه و من گفت راه برو. آقا منم اینو شنیدم، تماس تصویری بود، آنلاین بود ویزیتم، تلفن قطع کردم 30 دور، ببین 30 دور خونه فقط داشتم راه میرفتم. بعد لنگ میزدم دیگه، این پام تحلیل رفته یه ذره. دیدم که نه من راه میرم. بعد خیلی خوشحال بودم دیگه، کل اون روزا همشم راه میرفتم با اینکه خیلی حس عجیب غریبی داشت. احساس میکردم مثلا پا ندارم ولی انجامش دادم. رفتم فیزیوتراپی و تو فیزیوتراپی که خیلی دردناک بود، خیلی زیاد، پام صاف شد، التهاب پامو گرفت و التهاب زیر تاندونمو گرفت، تونستن زانوی منو صاف کنن. به من گفت که راه برو، حتما حرکت داشته باش ولی ورزش نکن. الان من راه میرم اما هنوزم همچنان رباط ACL پامو ندارم، اصلا فشار نباید پام بیارم و بعد سعی کنم که مراقبت کنم باش. الان من میخوام برم خونه هندی و آماده‌شم که تیک تاک بگیرم چون موهامو میخوام باز کنم یکی دو هفته دیگه. بعد اصلا عکس و فیلم باش ندارم چون پام این شکلی شد، اصلا نتونستم باش بیرون برم. اصلا آدما موهای منو ندیدن، نفهمیدن که با این من چقدر جذاب شدم با این موها و فلان این داستانا. تو این جهان تنگ بنا شده. پوینتی که این قضیه داره، من با تشخیص هر دو تا دکتر میتونستم برگردم زندگی عادی و راه برم، خب اما نشون میداد که من چون پارگی کامل داشتم به هیچ عنوان دیگه نمیتونم به زندگی ورزشیم برگردم که ورزش بکنم، برقصم. منم های هیلز میرقصم با پاشنه و پر از چرخش زانو و چیزای اینجوری. اون این قضیه اینه که من ممکنه نتونم دیگه هیچ وقت برقصم. حالا این یکی دکتر به من گفت که ممکنه که بتونیم این کارو انجام بدیم، فقط نیازه که تو هر چند وقتی با جلسات فیزیوتراپی ریکاوری داشته باشی که مفصلت درست حرکت بکنه. ما خانوادگی خوابیدگی استخوان داریم و کلا مشکلات زانو داریم. مثلا من زانو پرانتزی رندوم. کل این داستانا که من انقدر ناراحت شدم و تحت فشار بودم و اینا این بود که من دیگه نمیتونستم به زندگی که قبلا داشتم برگردم. دختری که تو خونه میمونن کاری انجام نمیدن، من بعد اونجوری میشدم و من اون شکلی نیستم. پامو قطع میکنم اون شکلی نمیشم. آره دیگه برام دعا کنید، بچه‌ها برام دعا کنید که بتونم واقعا به زندگی برگردم چون خیلی بد. برای تیک تاک گرفتم اینو پوشیدم. I just died of your arms.
چه یه چیزی بهم گفت دکتره اسمش صندلی بهم گفت که من اینجوری بودم که اوکی چرا ظاهره این دو تا پام انقدر با هم دیگه فرق داره. این پام از روش تحلیل رفته که نپات توی اسپاسم محافظتی قرار گرفته و مثل کسایی که فلج میشن یا یه صورتشون بی‌حس میشه اونطوری شده. 10 تا سوزن زد توی پای من. فیزیوتراپی کسایی که رفتن میدونن این بهشون برق وصل میکنن بعد این هی منقبض میکنه پاتو. ببین میگردشون تو مغز زانو. بعد با یه دستگاهی بود ضربه مکانیکی به پا وارد می‌کرد چیزی مثل چکش میزد به پات و تو اینجوری بوده که من میخوام بمیرم. یعنی انقدر درد داشون چیزه اون ضربه مکانیکی که میزد به پا خیلی بد بود. انگار مثلا با چکش تا 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 صدای خیلی بدی میاد. داستان دارم باهاش ولی امیدم از دست نمیدم. من باید ورزش کنم. تقریبا 2 ساعت دارم تیک تاک میگیرم. تقریبا 2 ساعت یعنی مثلا 1 ساعت و نیم ایناست. ولی خب هندی هم منتظرم. من ناهارم نخوردم. اشکال نداره. به اندازه 1 سال از موهام تولید محتوا کردم و دیگه دلم نمیسوزه اگه کوتاهشون کنم. پس بریم پیش بندی تا کلم. بچه‌ها یادم افتاد که بنزین نزدم. بیاین دعا کنیم من بنزین 2 تا خونه پر دارم. اول میریم خونه بنزین بعد چیز می‌کنیم. بنزین می‌زنم. احساس می‌کنم رانندگی یادم رفته. 10 روز رانندگی نکردم. اینو یادم بهتون بگم ما امروز ساعت 8 بلیط داریم و بریم باغ کتاب. اکران انیمیشن کورالین با حضور دوبلور 8 دوبلورای سورن. رسیدم خونه بعد اینا هی دارن با هم کک سیمبال دارن. سلام فینگیل. پام کجا؟ ما داریم زیر میرسیم. آینه رو نمیبینیم. من نمیدونم بلاک بگیرم یا نگیرم. بگیر ولی دست تو جلوی آینه نگیرم. فقط خور میزنی. ساعت 8 بلیطه. الان ساعت 8 و 6 دقیقه است. سالن هم ایرانی هستیم. تازه نمیدونیم سالن کجاست. حالا ما بریم پارک کنیم. حالا من برم دستشویی. حالا خب رسیدیم. دیره ساعت چنده؟ 8:20 دقیقه است. من رفته دستشویی و اینکه آره دیگه احتمالاً شروع شده. بعد بریم طبقه بالا. بعد اینجا به حجاب گیر میدن. الان اینکه بریم که شالاتو بپوش. سالن رو بازه. داریم از پله ها میریم بالا. بعد من احساس می‌کنم یه پامو ندارم. الان یکی دیگه بریم که شالاتو بپوش. یه آقای پشتم به پشماش ریخت شد. سلام به روی ماهتون. یه سلام با انرژی تر. سلام خیلی دوستتون داریم و خوشحالی که در خدمتتون هستیم. کیا منو نمیشناسن؟ اون چند تا دستی که بالا اومد من دهن همتونو گفت. مدیر دوبلاژ و مادر دیگر کورالین بینا مؤمنی. لباسشون کاسومه. 14 سال و نیم میشه یا 15 سال و نیم میشه. اردیبهشت 88 دوبله شد کورالین. امشب برای من بعد از 15 سالی که از کارهای جذابی که خدا قسمت کرد من مدیریت دوبلاژ و گویندگی توش نصیبم شد در کنار شما ببینم و خیلی 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 احساساتی هم این سالها به من و همکارانم داشتیم. این 4 نفری که این جریان ایستادن واقعا شروع در واقع کاری دوبلر با هم دیگه شروع کردیم و اصلا الان دیدن شماها اینجا و حسی که انرژی که داره از سمتتون میاد واقعا من انقدر احساساتی هم کلمه براش پیدا نمی‌کنم. الان میخوام برامون اجرا داشته باشم. تادا خیلی جالبه. خب میتونم برم بیرون؟ به نظرم هوا الان برای باغبونی عالیه. نه کورالین بارون اومده همه جا گل همه جا رو به گند می‌کشه. مامان میخوام با دوستان برم چند تا گیاه بکنم. مگه واسه همین نیومده بودین اینجا؟ آره تقریبا یه چیزی توی این مایه ها. بگه سورن ویرچس هم خریدم. چرا نمیری تماشا کنی؟ آخه همشونو چند بار دیدم. مورسی یه پسر بچه اینو واسه تو آورده. هی چطوری جونزی؟ ببین تو کامینه مامان بزرگ چی پیدا کردم. ببین برات آشنا نیست؟ یه عروسک شکل من. آخه منظورش چیه؟
سلام، داشتم ولاگ میگرفتم. میشه سلام کنی؟ سلام. از اونجا که ادیتورم چیز خاصی بهت داره ادیتت میکنه. من راه میرم. سلام بچه‌ها، اینجا بودین؟ چطوری؟ پاشم خوب شده. آره ولی نگرانم. سلام بچه‌ها، توی ولاگم ریحانه هست. ریحانه هم داره ولاگ میگیره. هم دنبالش میرم. سلام ریحانه، خوبی؟ سلام بلا چاو. بلا چاو. بلا چاو. بلا تو مریض بودی، چرا ما رو ماچ کردی تو ویدیو قبلی؟ دیدی ادیتو خدایی خیلی بامزه بود. خب خیلی خندیدم. مرسی ادیتور. رسیدیم خونه. چند ساعت بچه های جونم بادی بگ خفن و زیبامو بذار پیشونتون بدم. از شاپ بیندیگو خریدم. واقعا بگ خفن و جادریه. واقعا بهتون پیشنهاد میکنم. نه واقعا زیباست. الان نمیدونم بعد لنزامو در بیارم، بعد آرشم فکر کنم یا آرشم فکر کنم بعد لنزامو در بیارم. الان که دارم فکرشو میکنم یادم افتاد که فکر کنم ماشینمو قفل نکردم. حالا میخوایم برشم پاک کنیم. میخوایم از هلیه هول به لیلو تبدیل بشیم. خب بخیر بچه‌ها، الان دید کل اتاقم و کل زندگیمو می‌بینید. امروز ساعت 8:40 اینا بیدار شدم، با اینکه 2 خوابیدم بیشتر. نمیدونم چرا انقدر زود بیدار شدم ولی شدم. برای امروز کلا خیلی برنامه خاصی ندارم. احتمالاً همون اینستاگرامی که مرتب کردم مثلا الان برم تیکه قسمت‌های اتاقم مرتب کنم. مثلا میگم کشایز رتختم مرتب کنم. بچه‌ها من آلرژی دارم. خب دیشب به یه چیزی من آلرژی دارم مشخصه. صورتم برم داره. از وقتی که آلرژی میدم لبام خیلی خوب میشه. مثلا انگار یه نیم سی ژل زدم. حالت عادی این شکلی نیست ولی الان میتونم از پلامپی بودنش استفاده کنم. بریم قهوه بخوریم. آندرکاتم خیلی کوتاه کلا مثلا اینقدره. همش احساس می‌کنم که یه دونه‌شون شل شده. کنده شد. یه تیکه از موهام باز شده. تمیز کردن به چه مرحله رسیدیم. دارم یوتیوب میبینم، دارم وینی رو نگاه میکنم. به این مرحله رسیدیم که الان این کشوم خالی شد و ای واقعا کثیفه. توش روغنای نارگیل و فلان این داستانا بوده بعد تمیزش کنم. اینجا مرتب شد، یعنی همه این دفترها دیگه نیاز دارم تمیزه. اینجا هنوز نه. الان من باید تمام اینا رو خب نمیدونم اینو هر چی که توشو با کشوی زیرش خالی بکنم بریزم اینجا و دوباره مرتبشون کنم. بچه‌ها احساس میکنم که من گوه خوردم. مثلا نمیدونم از کجا شروع کنم ولی بعد دسته بذارم وسایلو، مثلا آرایشی‌ها رو جدا کنم، روژه رو جدا کنم.
بچه‌ها الان حدودا 1 ساعت گذشته، من یه ذره مرتبشون کردم ولی واقعا حالم داره بد میشه. احساس مرگ میکنم. یعنی خستاب کردم واقعا. نهار بخورم بعد دوباره بیام سرشون بشینم. نمیدونم چه کاری کردم، یعنی به اون هرسم که اصلا اتاق مرتب کنم و الان پشیمونم. خب اوکی بچه‌ها من میخوام بشکم بزنم و همه اینا برن. خدا نه حالا جدی بشکم میزنم و همشون میرن. تادا بچه همه چیز مرتب شد. الان اینجا همه چیز طبقه بندی شده. اینجا هم همه چیز مرتبه. اینجا هم همینطور. اینجا هم همینطور. و یه داستانی که پیش اومد اینه که من این تشو رو اضافه آوردم. اینجا هم کلی خالی شد. ما راستی اینجا هم خالی شد ولی این کفش بیشتر از این تمیز نمیشد. اینا همه روغن چسبیده بهش. باید چیزایی توی اینو انتقال بدم توی این و توی این لباس بذارم. یه کشور باز شد که لباسام مرتب تر کنم. و الان اگه بخوایم حساب بکنیم یا میشه گفت که من این قسمت اتاقم و این قسمت اتاقم از درون مرتبه. فقط مونده این کشوها و این کمد. وای این کمد واقعا زاده. من پیاده میرم به محل کارم نزدیک سمت بالای میدون ونکه چون که خیره و استرس هم دارم به خاطر اینکه سری پیش خیلی دردناک بود. فیزیوتراپی سوزن میزد و چکش میزد و مثلا اون نقطه‌ای که خیلی درد داشت و محکم ماساژ میداد و اینا. الان دوباره برم. ساعت 13:07 رسیدم بچه‌ها. اگه بتونم براتون فیلم میگیرم اگه نتونم که بعدش میبینمتون. دکتر گفت که امروز داره به هزینه بزنه تو جلسه فیزیوتراپی. هنوزه یکم کوتاهی داره. بهش گفتم که کی میتونم خودم باشگاه برم. گفت که تو روز اول میگفتی تو خدا هیچ کاری کن راه برم. الان میگه میخوام بری باشگاه. سریعش برق با سوزن بس کردن به پام. خیلی درد داشت. واقعا درد داشت. ولی اوکی. سوزن زیاد. پایین باسن سوزن بچه‌ها مرسی که ویدیومو تا اینجا نگاه کردید. احتمالاً یکم ویدیوی حوصله سربری شده ولی خب واقعا تقصیر من نیست. زندگیم حوصله سربر شده. کلاً 2 هفته است 2-3 هفته است شروع کردم دارم مرتب ویدیو میذارم و توی این 2-3 هفته واقعا به من لطف داشتین. واقعا ویدیوهامو نگاه کردین. میدونم ویوها کمه ولی واسه من خیلی مثلا 200 تا دونش واسه من خیلی ارزشمنده. مرسی که حمایتم میکنید. حتما کانالمو سابسکرایب کنید اگه از محتواهای من یا از من خوشتون میاد. ویدیومو لایک کنید و اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید در راستای کیفیت بهتر ویدیوها حتما به من بگید. خیلی خوشحال میشم. خیلی دوستتون دارم. بوس به کلتون. خدا نگهدار.